رسول صلی الله علیه و سلم گفتند هر انسانی که در روی زمین است بگوید لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، مگر اینکه خطاگی‌هایش بخشیده می شود و اگرچه زیاد باشد به مثل کفک دریا. یعنی اگر خطاگی‌هایش و گناه‌هایش اگرچه به مثل کفک دریا زیاد باشد، با گفتن همین ذکرها گناه و خطاگی‌هایش بخشیده می شود. کوشش کنید این ذکر را همیشه زیاد تلفظ کنید. بارک الله فیکم.